او بیچاره ها، ای جوانان بیخبر. او مولا شفیعی کافر شفیع را گفته بود. او شفیعی را گفته این بیچاره مسلمان جوانان ما قضاوت بیجا میکنه که مولا شفیع میگه. او کافر پیامبر را تشنه میگه، تو میگی او را مولا؟ قدر قضاوت بیجا. ما به شما دل میسوزد جوانان عزیز، قضاوت های بیجا نکنیم. اون کافر مرتد بیدین به قرآن توهین میکند، به پیامبر علیه السلام توهین میکند، دشنام میدهد، به مسلمان ها علما را مسخره گیر کرده. و اون ملا شفیعیار حدیث را معرفی کرده این شیطان است و این جوانانی را بیخبر سخن را درست گوش نمیکند، میگه این ملا شفیع را هم کوبید. هی افسوس. چند وقت پیش، چند ماه پیش جلسه دستاربندی بود. جوانان عزیز این را خوب گوش کنید، بسیار مفید است. جلسه دستاربندی بود، اونجا ما بیان کردیم، به ما وقت دادن بیان کرد، مولوی صاحب ها بیان کردن، علما دوستای ما برادرای ما مولوی صاحب ها بیان کردن، همه ایشان از قال الله و قال الرسول گفتن، چیزی گفتن. علما منبر که بالا می شود نیک تفاعل میکنیم، اینها انشاءالله هیچ با دیگر تضاد ندارد، حق را میگویند. و به هر صورت وقتی که بیان کردن از پس ما یک مولانای بزرگ خیلی بیان کرد بسیار زیبا و بعد اخیر یک مولانای دیگر بیان کرد، نامش را نمیگیرم، اون بیان کرد، ما خبر نبودیم. او بسیار خوب چیزها را گفت جوانان عزیز، گفت با خبر باشید که در دنیا امروز خیلی انسان ها خود را دعوتگر فکر می کند، خیلی انسان ها در دنیا برای مردم دین را جلوه می دهد که ما به شما دین یاد می دهم، اسلام این گونه هست، کفر این گونه هست، در صفحات مجازی امروز پیدا می شود. اینها دیندار نیست و اینها غمخوار دین نیست، اینها کسانی نیست که دعوت به دین بکند، بلکه اونها شیطان است. خود گفت اینها شیطان است، من الجنة و الناس. قرآن مولانا گفت که شیطان جنی همین جنیات است که در رگ انسان داخل می شود و شیطان انسی انمونا هست، نامش را هم گرفت. خدا گفت شفیعیار مرتد، شفیعیار بیدین. شاید جوانا با خبر باشد شفیعیار میشناسید؟ شفیعیار در لندن است، فکر میکنم نشسته در صفحات و غیر از توهین، غیر از اهانت به دین دیگه هیچ کار ندارد. نبی علیه السلام را دشنام میدهد اون خبیث و به اسلام همیشه اعتراضش است که برای اسلام اعتراض میکند و همیشه اسلام را به مردم نشان میدهد که اسلام دین برحق نیست. حتی این خبیث گفته الله که مسلمان ها قبول دارد الله وجود ندارد. این کافر مرتد است که مردم را گمراه میکند. حقیقتا گفته اون مولانا این شیطان انسی هست. این مولانا این سخن را گفت و اون شفیعیه را خوب معرفی کرد. بعد گپ اینجاست، جوان دشمن آمد گفت ما در یک مهمانخانه نشسته بودیم، دوستا و برادرها مسلمان ها با هم دیگر صحبت کردند و اینها گفتند که ما اون مولانا را ملا خیلی عاجز فکر میکردیم و اون مولا را فکر میکردیم خیلی آدم حلیم است، با کسی کار ندارد، مثل گوسفند واری است، ولی ما خبر نبودیم که این هم خطرناک تعریض میکرده، تمام ملاها را کبید. ما تعجب کردیم چی گفت؟ قضاوت بیجا است. اون برادرایی که بیخبر است، از دین بیخبر است، از این بدگمانی ها بیخبر است، چقدر گناه را مرتکب شده است، از پیش خود قضاوت میکند. اینها گفتن، یکیش گفتن که این مولانا دیگر مولانا ها را، دیگر مولوی صاحب را از جمله من هم گفتن، همیشه کوبید. ما گفتم خب ما فنهدیدم شده. گفت حتی نام یک مولانا را ملا را گفت که فکر میکنم ملا شفیع است. وقتی که ملا شفیع گفت فهمیدیم که ای بیچاره ها، ای جوانان بیخبر، اون ملا شفیع کافر شفیع را گفته بود. اون شفیعیه را گفته این بیچاره مسلمان ها جوانان ما قضاوت بیجا میکنه که ملا شفیع میگه. او کافر پیامبر را تشنه میگه، تو میگی او را ملا؟ قدر به قضاوت بیجا. ما به شما دل میسوزد جوانان عزیز، قضاوت های بیجا نکنیم.
اون کافر مرتد بیدین با قرآن توهین میکند، با پیامبر علیه السلام توهین میکند، دشنام میدهد، به مسلمان ها علما را مسخره کرده. و اون ملا شفیع ایار حدیث را معرفی کرد که این شیطان است و این جوانانی را بیخبر سخن را درست گوش نمی کند، میگه این ملا شفیع را هم کوبید. هی افسوس، دل می سوزد. جوانان عزیز، از ما فقط رساندن است. وقتی ما تمام شد، صحبت من شما جمع واری میکنیم این بود که زبان را حفاظت کنیم، این چیزها را نگوییم، چیزی که در قلب می آید زبان بیرون نکنیم، بدگمانی ها نکنیم، با هیچ مسلمان بدگمانی نکنیم، با خواهر خود بدگمان نباشیم، با همسایه خود بدگمان نباشیم، با مولاها مولای صاحبا بدگمان نباشیم، با هم محاسن سفیدان بدگمان نباشیم، با یک جوانی که به دستش یک گناه میبینیم بدگمان نشو، به حقش دعای خیر بکن. اگر همین قدر خیر خواه هستی شب تهجد بکن، به حقش دعا کن. اگر میبینی که مولا با هم دیگر جنگ و جدال دارد، به حقش دعا بکن که این بدگمانی هایی که سبب دوزخ رفتن خودت می شود. الله تعالی برای من و شما توفیق نصیب گردان.